خب زلالا جان میگفتید که چی سبب شد شما به سایت اویلا تشریف آوردید؟ وقتی که میخوندم نقض دیدم او رو گپ میزدیم و در کجا میخوندید و چگونه نقض دیدید؟ کالج تکنولوژی با میخوندم هم خیلی دیدم نقض دیدیم یک دیگر رو. وقتی وای من ندید نقض دید گپ زدیم اهل اویلا همه خبردار شدن. اوچش وقتی که من دید گفت نمیشود دختر شهر اما کلین نمیکنن. توی هم خیلی گذشت رفت بیروزگی مادرشون. روزهای اولی عروسی مناسبت اهل خانواده یعنی همسرتان شوهرتان چگونه بود با شما؟ مادرش همه وقت نمیخواست مرا. میگفت که امروز تو روی پگاه من خونه با کلین میبیارم. من گفتم که دختری شهر برای من در کار نیست، نمیخواهم. هرچند که من میخواستم که دلی او رو به دست بیارم، هرچند کوشش ها میکردم، هر گپ هایش رو میفهمیدم و اهمیت نمیدادم به خاطر دوست داشتن و زندگی. کدام کارهای شما رو بیشتر کمبودی میگرفتن؟ ما همه کارشون میکردم و اما میگفت که دختری شهر من به معقول نیست. وابشه تو من به معقول نیستی. برای همه کار ما جنگ میکرد. حتی مرا از خانهش پیش کرد. یک شب بود چیزو ما دژ بیرون با پرتافت به خاطر نقض دیدن تا نیمی شب در بیرون بودم. شما این حادثه رو با پدر و مادرتون نقل کرده اید؟ اونها خبردار بودن از این زندگی شما؟ نه خبردار نبودن. چون که گپ نمیزدم و پیش نمیموندن گپ زدنده. بعدا شوهرتون پشتیبانی نمیکرد از شما؟ اول میگفت میفهمون، وقتی که نفهمیدن مقصد میگفتن تو پشتی زنت میگیری برا رو و ای خانه. با وقتی که همیشه گفتنش دیگه مقصد پشتی مادرش شد دیگه. پشتی من نمیگیری فبشه. چند مدت زندگی کردی؟ 3 ماه. 3 ماه. در 3 ماه فقط مناقشه بین شما و خشتامنتون. خب بعدن چی سبب شد که شما جدا شدید پس از 3 ماه؟ دیگه نموندن زندگی کردن و بشه نمیموندن، نه اوقات خوردن شوندن، نه نان خوردن شوندن و بشه نه بیا پیش ما میگفتن. در شوهرم رو من نگاه نمیکرد. بعد شوهرم گفت که خونتون رو اید میکنه مهمونی. دروغ گفتن. هم روزی آخران روزش بود همه خرسندن. نمیدونم برای چی میگم که مقصد یا چی به قدر خوشحالن برای مرا خونه مقصد اوچم روی میکنن خرسندن. نمیدونستم. بعد رویم کردنم خیلی روی کردن. 3 روز گذشت. بعدی 3 روز اوچش زنگ زد گفت که نمیشه. گفت با ما میخواستم که خونم روم نمیشود. گفت اگر بچه ما باشه جوابش میتید. بعد جواب ما داد. با یگون مقامات یعنی عریضه پیشنهاد نکردی؟ مراجعه نکردید؟ میکردیم و دختر خالم بچه خالای شما گرفتن و دختر خالم صغیره خشتامانم زنگ زد گفت اگر بچه ما را بری مقصد سودتی ما چی میکنم. همی جیان تا همین روز جوابش میتیان میبیارن. بعد دیگه اوچم گفت که مقصد وای صغیره و هیچ که پشت پناهی نمیکند. بخوای تو پدرت هست بالای سرده. بعد دیگه ما دست کشیدیم ده. پس از گذشت این همه حادثه ها شدن مثلا حالت هایی که از جانب پدر و مادر شوهر یا از جانب شوهر حس پشیمانی اونها رو فرا گرفته باشد؟ بله من توی برفتم در همون توی خیشی مقصد شوهرم بود و دختر خالم بود. همونجا با من خشتامنم دید آمد پیشم از من بخشش پرسید. گفت که توی به گناه به سبب از خانه هم پیش کردم. ممکن سبب این قدر شکستن های من مقصد گیره های تو باشد که من نمیتوانم خوشبخت شدم. ممکن امین آه گیره های تو باشد که من سلامتی خودم نیست و حتی زاره کرد که دیون برا به خانه هم برگرد. هیچ کس به مثل تو نمیشده است. چی مقصد من تو 1000 گپ میگفتم در ای خانه پیش کردم تو در یک گپ من نگفته بر اومدی روی من مقصد به بدی نگاه نکردی. از پدر و مادران خواهش میکنم که چونین
рафтор накунанд ба келинҳояшон. Келин ҳам ба мисли духтар аст дар хона. чӣ хел ки фарзанди худатонро дӯст медоред, келинҳоро ҳамчунин дӯст доред.